سلام، طاهری سفر هستم. با اخبار امروز چهارشنبه 29 اپریل همراهی شما. مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز با قبول یک سند رضایت داد که تاجیکستان به کنونسیون بین المللی جلوگیری از گنotsid و ҷазо برای آن بپیوندد. سازشنامه در این زمینه را آزاده رحمان، معاون وزیر امور خارجه به پارلمان ارائه کرد و گفت که پیوستن به کنونسیون برای بالا رفتن نفوذ سیاسی و اقتصادی تاجیکستان مساعدت می‌کند. یکی از شرط‌های مهم تطبیق امتیازهای تجارتی نسبت کشورهای رو به انکشاف این همراه شدن کشورهای رو به ترقی با 27 کنونسیون‌ها و پروتکل‌های بین المللی میباشد که کنونسیون مذکور از جمله آنهاست. با گفته رئیس مجلس نمایندگان با نظرداشت تحولات منطقه و جهان پیوستن تاجیکستان به کنونسیون جلوگیری از گنotsid ضرور بود. تاجیکستان گنotsid و یا نسل کشی را جنایت سنگین اعتراف کرده است و برای این کار حکم قتل پیش بینی کردند. اما تاجیکستان برای узви اҳдномаи نبودنش تا کنون از سوی کشورهای غربی به اصطلاح گپ میشنید. دادگاه شهر دوشنبه حکم دو جوانی را بتغییر گذاشت که اول ماه مارس با گناه عضویت در سازمان گروه 24 و دعوت عمومی برای غصب حکومت به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. دادرس دادگاه شهر دوشنبه طاهربک سابق زاده روز 29 اپریل حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی را درست شمارید و گفت جزای فردوس موحیدینوف و فرهاد کریموف ساکنان پایتخت سبک نمی شود. خویشاوندانشان میگویند که این دو جوان خودشان نمیدانستند که چی کار میکنند. پسر برای خشوازانی تو باید به سعود اگه بگیست چی گفتن ایده هم مالیس درماد است و اگه چی خیلی بودگی بودن که ای تاجیکستان دلیگاس آمده گل مالیس درماد گل یکون کود بودگی نیست یکون کسش نمیشناسم و سعود ندارم من پدری من گروه 24 نمیدونم. من اکنون مراجعت میکنم به سود عالی، حتما با پرزیدنتم و با پسرشون این کار رو جیانی من کردگی نه، فرزند ما کردگی نه، این کار رو حتی حقارت و دشنام هایم کردگی نه، وای کردگی کامپیوتری این با موندگی. این بی‌عدالتی نسبت خلق بیچاره، این کاری بی‌عدالتی شده. دادگاه اسماعیل سامانی روز 13 مارس این دو جوان را با گناه عضویت در گروه 24 و نگاه داشتن یک عکس تحقیر کننده رئیس جمهوری تاجیکستان در کامپیوترشان به 16.5 سال زندان محکوم کرد. گروه 24 را دادگاه عالی تاجیکستان سازمان اکستریمیستی اعلام کرده است. اعضای این گروه پیوسته سیاست‌های رئیس جمهور و حکومت تاجیکستان را با لحنی تند تنقید می‌کنند. نرگس زوکیرова овозхони узбактабор که آرایشی غیرعادی میکند بنابر بی‌حرمتی نسبت وطنش ازبکستان از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام مورد تنقید و مذمتی زیاد قرار گرفت. نرگس در پاسخ به انتقادهای کاربران اینستاگرام گفته است ازبکستان دوزخی بود که از آنجا فرار کرد و دیگر خود را فرزندی ازبکستان نمی شمارد. اما دیرتر نرگس از هوادارانش برای سخنان تحقیرآمیز بخشش پرسید و گفت که آن را از سر خشم نوشته است. در آثارخانه ملی تاجیکستان گوشه مخصوصی عکس و مصوره‌های تبلیغاتی جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-45 باز شد. گوشه مخصوص روز 29 اپریل در حضور سابقه‌داران جنگ، دیپلمات‌های خارجی به خصوص روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق باز شد و در این مراسم سابقه‌داران جنگ و عقیدگاه از روزگار سختشان در آن سالها قصه کردند. عبدالولی شریفوف مدیر آثارخانه ملی با ذکر نقش تاجیکان در پیروزی بر آلمان فاشیستی گفت که این جانیساری‌ها باید از طرف همه کشورهای سابق شوروی اعتراف شود. گوشه مخصوص در آثارخانه ملی با مساعدت سفارتی روسیه در دوشنبه افتتاح شد. در جنگ بزرگ وطنی بیشتر از 300,000 شهروندان تاجیکستان شرکت کرده و بیشتر از 100,000 نفری آنها در جبهه‌های جنگ جان دادند. و اخبار و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.